چجوری زیر 10 تومن کل تابستون بوی گل بدی. من خودم 6 ساله که دارم از این روش استفاده میکنم. اول شما میری عطاری و میگی که سلام آقا، خسته نباشین، 10 تومن زاج سفید میخواستم. احتمالا بپرسه که پودرشو میخوای یا سنگشو، که شما میگی هیچ فرقی نمیکنه. من این همه زاج درسته سنگو خریدم فقط 10 تومن. حالا شما نیاز به یه بطری اسپری دارین که من از بادی اسپلشم که تموم شده استفاده میکنم. میرید یه ظرفی که مامانتون لازم نداره، مخصوص پخت و پز میای نصف این زاج سفید رو میریزین داخلش با یه لیوان آب. بعد یه رو که همه زاجا توی آب حل شدن، محلول با دست اومده رو میریزید توی این ظرفتون. بعد از هر همون اون رو روی بدنتون اسپری کنید. بعدش هم بادی اسپلش یا مام خوشبوتون رو استفاده کنید تا یه هفته هیچ بوی بدی نمیگیرید.